یعنی شما خیلی اینو دوست دارم. ایشون قرار بود نباشه اینجا. تابستون و زمستون شما میتونید دارم ضبط میکنم. خب خونه که امروز میخوایم براتون بررسی بکنیم یه خونه 6 خواب 5 دستشویی 4600 اسکوئر فیت، حدود 450 متر، زمینش 21500 اسکوئر فیت، یعنی تقریبا 2000 متر زمینش هست و توی وست ونکوور هست. خاصیتایی که ملک‌ها اینجا دارن که ویوهای اکثر اینا، شاید 90% ملک‌هایی که اینجا هستن ویوهای بسیار خوبی دارن. حالا میریم یواش یواش ویوش هم با هم دیگه می‌بینیم. نکته جالبی که وجود داره اینه که ما اینجا برای بایرمون خریدیم و من ساعت 12 کلید رو بعد میگرفتم و کلید رو بعد تحویل میدادم به بایرمون. بایرم می‌خواست یه سری وسایل بیاره اینجا. من انقدر این خونه رو دوست دارم که خیلی دوست داشتم که واقعا حتی کوتاه هم شده یه تیکه بررسی داشته باشیم راجع به این خونه. با همین صحبت کردم، وقتش رو هماهنگ کرد، منم وقتم آزاد کردم. با سامان عزیزم صحبت کردم، ایشون هم اوکی بود که بیاد برای ما فیلم بگیره و قرار شد که من با خریدار صحبت کردم، گفتم که اگر اجازه بدیم من یه 3-4 ساعت کلید رو به شما دیرتر تحویل بدم و این شد که یه چند ساعتی ما اینجا هستیم که این ویدیو رو بگیریم و کلید رو تحویل خریدار بدم. توی این کاری که ما انجام میدیم یه وقتایی بعضی از خرید و فروشامون متفاوت میشن، یه داستانی توشون اتفاق میفته که متفاوتش میکنه برای ما. این خونه یکی از اون خونه هاست. سال 2016 یا 17 من با فروشنده این خونه برای اولین بار صحبت کردم. اون زمانی قیمت خیلی بالایی اینا میخواستم برای این خونه و البته بازار اون موقع وست ونکوور هم بازار خیلی شلوغ‌تری بود و خریدارای خارجی، خریدارای چینی اون موقع توی وست ونکوور از خارج از کانادا میتونستن خونه بخرن. قیمت‌ها خیلی بالا رفته بود و اینا قیمت خیلی پری، فکر می‌کنم 6 و 700 می‌خواستن اون موقع. آفرم گرفتن، نه 6 و 700 ولی آفر بالایی گرفتن، زیر 6 میلیون بود ولی نزدیک 6 میلیون. و تصمیم گرفتن که نفروشن، اینجا بمونن و از این خونه لذت ببرن. تو این سالا، تو این 6 7 سالی که گذشت من با اینا در تماس بودم و خیلی باهاشون صحبت کردم. خیلی دوست داشتم که این خونه رو برای یکی از کلاینتامون بخرم و در نهایت خیلی جالبه که این اتفاق افتاد. همون لحظه‌ای که وارد مارکت شد من دیدمش، زنگ زدم به پویان، گفتم پویا اینو برای این کلاینتمون بفرست و بگو که دست وان. و چیزی که جالبه این که این خریدار ما در طول مثلا مدت خیلی طولانی که دنبال خونه‌ای که دلشون بخواد، همشون چه همسر و فرزند و نمیدونم همه کسایی که باید نظر بدن خونه رو دوست داشته باشن، شاید کلا 7-8 خونه بود که دیدن که ممکن بود به اون چیزی که میخوان نزدیک باشه و هیچ کدومشون اون خونه‌ای نبود که میخواستن. این خونه رو که دیدم و خودشون توی ونکوور نبودن اون موقع، رفته بودن مسافرت، بهشون گفتیم که ندیده بیاین این خونه رو آفر بذاریم. خب ما الان توی لول اصلی خونه هستیم، یعنی توی اون طبقه هستیم که طبقه بالا هستش. اینجا 4 خواب و 3 دستشویی رو ما توی این لول داریم. اینجا سالن اصلیشه، سالن بزرگشه. سقف‌های بلندی که این والتر سیلینگی که درست کردن اون زمان، خب این مثلا نکته خیلی جذابشه که تو دوست داری توی اتاق خوابام باز همین رو تکرار کرده. چیزی که باعث شد این خونه رو من خیلی دوست داشته باشم، به جز ویوی حالا فوق‌العاده خوبی که داره که به نظرم جزو 10-15% ویوهای خوب وستمن حساب میشه، زمین بزرگی داره و خونه تر و تمیزی داره، اینه که برای دهه 1960 این خونه سایزش خیلی بزرگه. یعنی شما خونه‌های قدیمی این محل رو که نگاه می‌کنی، حالا چه وست ونکوور چه نورت ونکوور، خیلی‌هاشون خونه‌های جمع و جوری از زیربناهای آنچنانی ندارن و از یه حدی بیشتر اینا پتانسیل ندارن که شما بخوای حالا هم ولیو بگیری از اون پولی که داری میدی، همین که حالا یه روزی واقعا بخوای رنوویت بکنی خونه رو، بتونی یه چیزی بهش اضافه بکنی. این خونه البته خیلی خوب نگهش داشتن و به مرور زمان خیلی بهش رسیدن و بازسازیش کردن و تر و تمیزش کردن. این آشپزخونه در سال 1996 به همراه خیلی چیزهای دیگه این خونه بازسازی شدن. اینجا الکتریکش عوض شده، اینجا پلامینگش عوض شده، سقفش عوض شده، آشپزخونه‌اش عوض شده، سرویسش عوض شده. یعنی یک بار دیگه تقریبا در سال 1996 این خونه رو از اول ساختن. و یه قسمت دیگه هم که من خیلی دوست دارم اینجا، این ویو است. امین رو نمیگم، این ویو رو دارم میگم. بریم اینجا با هم یه ببینیم از همینجا این ویو رو. با دارم ضبط میکنم. تابستون و زمستون داره میگیره. خب نگیر عزیزم، نگیر. 2 hours later.
واسه من 200 بار تمرین کردم داشت می‌داشت. چیکار داشتی می‌کردی؟ من اگه خودم توی این خونه زندگی می‌کردم شاید ایدئال ترین و جذاب ترین بخش خونه برای من همینجا بود. دک رپ اراوند یه بالکونه که دور خونه چرخیده داریم. کامل میتونید تعداد خیلی زیادی حالا مهمون داشته باشی، بخوای خودت بیای بشینی استفاده کنی. قسمتی که مسقفه کاورد اون طرفش طرف فامیلی روم، باز اونجا مثلا توی ونکوور بارونی خیلی استفاده خوبی میکنه. خیلی از دکای اکثر دکایی که میسازن توی خونه ها یه همچین چیزی رو ندارن. پروسه تحویل اینجوریه که لیستینگ ایجنت اصلا ممکن نباشه. ممکن یه جای کیلو بذاره، من سر اون ساعت میرم اون کیلو برمی‌دارم و میام خودم داخل خونه. اما یه نکته‌ای وجود داره. الان یه سری چیزا رو میخوام بهتون نشون بدم. اولا اینکه چه جوری ما باید خونه رو تحویل بدیم. شما الان یه خونه‌ای دارین، شما لیستش کردین، خونه‌تون رو الان فروختین، روزی که باید خونه‌تون رو تحویل بدین. یکی از قشنگترین و استانداردترین تحویلایی که من گرفتم همین امروز بوده راجع به این خونه. کلید به من دادن، من وارد خونه شدم، به من گفته بودن، تکست داده بودن که یه سری اطلاعات هست فلانجا، میری اینا رو میبینی. همه چی رو اینجا گذاشته. این کلیدا مال در جلو، این کلید مال در عقب، این کلید مال اونجاست، این کلید مال اینجاست. اطلاعات داده حتی راجع به همسایه‌ها. شماره تلفن‌هاشون با اسمشون اینجا هستش اگه کار داشته باشین. و از همه مهمتر تمیزی خونه است. باورتون نمیشه که چقدر تمیز کردم. ما همیشه در قراردادهامون این رو می‌نویسیم که شما وقتی میخواین خونه تحویل بدین بعد پروفشنالی کلینینگ بکنید. منظور این نیست که خودتون خونه رو تمیز کنید، یه جارو بکنید. واقعا باید یه شرکت رو استخدام کنید که بیاد اون خونه رو تمیز کنه. عین این خونه، یعنی توی گاز، توی یخچال، توی کابینت‌ها و اتاقا رو الان می‌بینیم با هم دیگه می‌بینید که چجوری تمیز کردن. تمام موکت‌ها رو یه نفر استخدام کردن، اومدن موکت‌ها رو تمیز کرده و خونه واقعا این دسته گل میمونه به ما تحویل دادن. اگه باز بخوایم بیایم سر اون انتقاداتی که من دارم نسبت به این خونه، یه سری چیزای کازمتیک ظاهریه که خب طبیعتاً میشه خیلی راحت اینا رو بازسازی کرد. کفش موکت، خیلی موکت دوست ندارم، موکت هم خب موکت نو نیست و خیلی جذابیتی نداره. رنگ در و دیوار و اینا هم که خب مسلماً سلیقه‌ای و میشه عوضشون کرد. از نظر فینیشینگا اینا همه توی فکر کنم دهه 90 و اوایل 2000 انجام شده یا اکثرشون و خیلی مد روز نیست، ولی میگم اینا باز چیزایی که توی قیمت خب اصولا همه در نظر میگیرن وقتی که میخرن و میفروشن و اینکه معمولا هزینه خیلی مثلا عجیب و غریبی هم نداره اگه فقط بخوای ظواهر رو درست کنی نسبت به اینکه تو بخوای همچین خونه‌ای رو از بیخوبان بخوای بازسازیش بکنی. خب به قول ایرانیای قدیمی از اینجا به بعد دیگه وارد اندرونی میشیم. واشر درای اینجاست، یه لاندریه، یه سرویس کامل اینجاست و به این سمت که میریم 2 تا اتاق خواب سمت چپ داریم و 2 تا اتاق خواب سمت راست داریم. پس 4 تا اتاق خواب اینجا داریم. همینجوری که میریم عقب اونجا یه دونه آفیس وجود داره و بعد از آفیس یه دری وجود داره که از اون دره میریم وارد بکیارد یا حیاط میشیم. کلاینت های من اونور دیده بودن و فکر کردن که تمام اتاق خوابای اون 4 تا همونه، ولی اومدن اینجا و با همون 4 تا هم دوستش داشتن اینجا رو و وارد مستر بدرومش شدن. واقعا مستر بدروم بسیار زیباییه. سایز مستر بدروم برای مخصوصا اون سن و سالی که داره خیلی خوبه. سایز دستشویی همین آن سویتش خیلی درسته. واکینگ کلازت مهیب و عظیم. 3-4 تا فایرپلیس داریم تو خونه. اینجا هم طبقه در واقع همکف خونه هستش. ما اینجا ورودیه، از اینجا ورودی میریم بالا. خونه اصلی بالا هستش و یه سرویس و یه اتاق خواب این ور که اصلا کاریش نداریم، بریم این ور ببینیم. توی این خونه علاوه بر اون 3000 اسکوئر فیتی که بالا داریم، توی خونه اصل خونه داریم 1600 اسکوئر فیت هم توی بیسمنت داریم. خب ورودی مجزا داریم کاملا. به راحتی شما میتونید اینجا یه دونه واحد جدای 2 خوابه داشته باشی. این پشت هم یکی کیچنت داره اگه کسی واقعا بخواد اینجا رو اجاره بده یا اینکه بخواد پدر مادر زندگی کنن، ننی داشته باشه یا حالا هر فضایی که بخواد ازش فضای بازی بچه‌ها رو داشته باشه. 1000 تا استفاده میشه از اینجا کرد و کل این خونه رو می‌کنین 4600 اسکوئر فیت که میشه اندازه استاندارد یه خونه نوساز توی حالا ونکوور یا نورث شور. یه فیچر خیلی جالبی که این خونه داره و امروز متوجه شدم که واقعا کار میکنه
این آیفون هایی که داخل خونه هستش. خونه چون خیلی بزرگه و 2 طبقه هم هست، این کاربردش اینجوریه. امین شام حاضره؟ کاربردش اینه. بله شام حاضره. چی داریم؟ سبزی پلو با ماهی. ماهی؟ الان من کانالتو پیدا کردم. نه میاد یا نمیاد؟ نمیاد. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشنوی من چی میگم؟ سایز این حیاتی که ما این پشت داریم خیلی سایز بزرگی نیست، یعنی بکیارد خیلی بزرگی ما نداریم. لندسکیپینگ که خودشون درست کردن. این طرف این ملک از این طرف ادامه پیدا میکنه، ولی توی دراپ چند هزار، 2-3,000 3-4,000 اسکوئر فیتش رفته باشه توی دراپ. خب طبق معمول همیشه چیزای جذابش که گفتیم، حالا یه مقدارم راجع به معایبی که میتونه داشته باشم میتونیم با هم صحبت کنیم. 22,000 اسکوئر فیت زمین اینجاست. بعد ما در نظر بگیریم که ما تو وست ونکوور هستیم. خیلی کم پیش میاد که شما توی وست ونکوور 22,000 اسکوئر فیت زمین فلت پیدا بکنی. خب به هر حال هر کدومش ایرادایی داره. وست ونکوور رو هر چی به سمت وست میری صخره‌ای میشه بیشتر و سنگی میشه و این ور که ما هستیم سمت امبلساید و داندری و بریتیش پراپرتیز، خب اون شیبه است که بیشتر میتونه که ضعف باشه. وقتی راجع به وست ونکوور داریم صحبت میکنیم، زمین فلت رو خیلی کم پیدا میکنی و اگر همین زمین رو با همین مشخصات بذاریم توی نورت ونکوور، مثلا توی اجمان ویلج، میتونه ایراد باشه. ولی وقتی تو راجع به وست ون داریم صحبت میکنیم، همین ممکنه که ایراد نباشه. اون تیکه اون بالا که ما داریم میبینیم الان سمت راست من که داریم نگاه میکنین، یه خورده که دورتر بریم اونجا یه تیکه کریک از توش رد شده. خیلی کامنه توی زمین‌های وست ونکوور که همچین چیزی ببینید. اما من بارها و بارها گفتم، به کلاینت هم گفتم، لزوما هر کریکی هر جایی چیز بدی نیست و اون تجربه شما و اون ریلتورتونه که میتونه تشخیص بده که اون کریک بدیه یا کریک خوبیه. این کریکی دارم راجعش صحبت میکنم، ته زمینه و حتی ست بکش هم به این نزدیکی ها نیست. یعنی ما کلی زمین اینجا داریم، اون واسه خودشون گوشه یه دونه کریک هست و انقدر ارتفاعش نسبت به خود ملک پایین هست که یعنی هر چقدر هم که فلات کنه، یعنی هیچ وقت به این ارتفاع نمیرسه. هر چقدر که دلش بخواد میتونه فلات کنه. مالک این خونه بیش از 40 سال، نزدیک 50 سال تو این خونه زندگی کرده و عاشق این خونه بود و از تیکه تیکه این خونه این میتونه متوجه بشه، از این حیاته میتونه متوجه بشه که این صاحب اینجا چقدر اینجا رو دوست داشته و چقدر خونه تمیز نگهداری شده باشه. حیاتش رو میبینید، تمام این درخت‌ها رو و گل‌ها رو دونه به دونه میشناخت و میدونست که حتی نوشته اونجا یه سری چیزایی راجع به گل و گیاهای اینجا نوشته، راجع به باغبون اینجا نوشته که کی هست، هر سوالی دارین از کی بپرسین و واقعا جذاب و خوش اومدنیه. آخرین نکته منفی که راجع به این خونه من دارم برای جمع‌بندی بگم بهت و بعد بریم داخل با پویان بشینیم صحبت کنیم، اینه که این زمین چون رو بلندی قرار گرفته، شما رمپتون شیب داره، رمپ شیب دار توی وست ونکوور، مخصوصا توی این قسمتی که ما الان هستیم به بالا، یعنی برف زمستون توی یه سری از هفته ها، یعنی حداقل چند هفته در سال، و این برف پارو کردن میخواد. اگر که هیتت نباشه درایویتون، شما مجبوری که این برف رو پاک کنین که بتونین از این درایوی به راحتی بالا پایین برین. این و اون دراپی که گوشه زمین داره، این دوتا به نظرم تنها چیزای نکات منفیه که من از این خونه میتونم بگیرم و that's it. یه جمع‌بندی بکنیم. کارگردان گفته که خیلی مزخرف نگید دیگه، زود جمعش کنید. ما هم دیگه خیلی سریع جمع و جورش میکنیم. همین نظرتو بگو راجع به این خونه. نظرم، من عاشق این خونم، خیلی دوستش دارم و داشتم باز میگفتم که خونه خیلی کمه خونه‌ای که ما خوشمون میاد، هر دومون انقدر خوشمون میاد و این خونه جزو اونایی که من خودم واقعا به این فکر میکنم که اگه توش زندگی میکردم چیکارش میکردم. مثلا دیوار آشپزخونه رو برمی‌داشتم، اینجا رو اوپن میکردم، این تیکه رو رنوویت میکردم. قشنگ این حس این که بخوای توی همچین خونه زندگی بکنی و وقتی واردش میشی حداقل به من خیلی شدید میده. خب ویوش هم که عالیه و دیگه یه خصوصیتی داره که خیلی باعث میشه که به نظر من مشتریاش زیاد باشن
و در کل دوستش دارم. آره دقیقاً. اتفاقا امیر از من پرسیدش که تو حاضری باز تو این خونه زندگی کنی؟ گفتم آره با کله زندگی میکنم، یعنی واقعا با کمال میل اینجا زندگی میکنم. خونه خب منطقهش که بسیار عالیه، ویوی خیلی عالی داره، زمین بزرگ داره، فضای داخلیش انقدر زیاده، 4600 اسکوئر فیت توی 2 طبقه. من اول ویدیو نمیدونم اصلا یادم نیست گفتم چند تا اتاق خواب و چند تا دستشویی داره، ولی فکر کنم وسطش اشتباه کردم. یعنی من یه اتاق خواب واسه خودم هم جا انداختم، یعنی فکر می‌کردم 3 تا اتاق خواب اینور با یه دونه مستر، نگو اینور 4 تا با یه مستر. و فکر می‌کردم 2 تا سرویس داره، بعد 3 تا سرویس داره بالا. و اینکه برای همین اینقدر آیفون داره و همه جای که آدم گم میشه تو این خونه دیگه. ولی آره بسیار دوست داشتنیه، موارد مثبتش بسیار زیاده این خونه. و اگر که بخوایم راجع به من فکر می‌کنم امین حتما گفتش که این خونه هر ما کلا از خیلی ساله که به خصوص امین دوستش داره و پیگیرش بود و کلاینت ما هم خیلی وقت بود که دنبال یه خونه بود و زن و شوهر خیلی هم با هم دیگه مچ نبودن، یعنی یکیشون یه چیز دوست می‌داشت اون یکی دوست نداشت، ولی اینو هر جفتشون اون یه چیزایی دوست داشت که هیچ ربطی به چیزایی که نفر دوم دوست داشت نداشت و اینکه این همه رو توی یه جا جمع کنی و تو 5 دقیقه اول عاشق این خونه شدم. حالا به هر حال هر خونه ایرادای خاص خودش هم داره و طبق معمول همیشه که ما مثلا ایرادای خونه رو میگیم دیگه اینجا میتونیم بگیم چه ایرادایی داره. من چیزی که توی ویدیو بهش اشاره کردم داشتم صحبت میکردم، حالا یه درایویشه، خب یعنی اینقدر از بی ایرادی یه چیزایی بگیم، یه درایویشه خب شیب داره، ولی همین درایوی هم باز هیتده، یعنی هیت درایوی شیب داره، بام داره و اینکه حالا یه رایت آف وی اون بالون گوششه، ولی باز انقدر زمینش بزرگه، مثلا نزدیک 22000 اسکوئر فیته که اصلا به چشم نمیاد اونجا. خونه دوست داشتنی. تو هم اگه چیزی می‌خوای من درایوی گفتم و دراپ بغل گوشه زمین، یعنی تو این زمین اینجا نمیدونم من یادم رفت ویدیو بگم 140 فیت فرانتیجشه برشه. خیلی این اگر که حالا همین خونه که خب باعث شده که خیلی خوشگل باشه، ولی اگه مثلا این خونه رو فرض کنی خونه نوساز بسازی، چه عمارت عظیمه دقیقاً یه دونه عمارت اینجا. آره باحالی هست. من چیز دیگه که داشتم به امین میگفتم که اگر من بیام تو این خونه با اینکه سال 96 اینجا بازسازی شده دوباره بازسازی، یعنی نه گفتم با همین شرایط تقریبا زندگی میکنم تا 7 8 سال، بعد از 7 8 سال دوباره میتونی بازسازی کنی و دوباره واقعا 10 15 سال دیگه زندگی کنی و بعدش هم اگه دوست داشتی میتونی واقعا یه عمارت بسازی اینجا. آره و سایز بزرگی میتونی اینجا خونه بسازی حالا نسبت اون چیزی که تو وست ونکوور میشه. نکته منفی دیگه حیاتش به نظرم به نسبت 20000 اسکوئر فیت کوچیکه، ولی چون زمین بزرگه بازم حیات کاملا قابل قبوله، یعنی تو احساس کوچیک بودن به دست نمیده، ولی خب زمین 20000 اسکوئر فیتی تو بکیارد بزرگتر میتونی توش داشته باشی. یه دلیلش هم اینه که من احساس میکنم خونه رو بالاتر ساختن دیگه، طبیعتا چون الیویشنت میرفته بالا و هرچی میومدی عقب‌تر تو ویوی بهتری میگرفتی، خب اینو دونست تا حد اکثری که میشده آوردنش عقب باعث شده که بکیارد کوچیک‌تر بشه، فرانتت بازتر باشه، ولی خب ویو دیگه کمتر دیگه. آره. حالا یه مطلب دیگه هم باز من اشاره نکردم توی واک‌ترو که داشتیم تو خونه و اون این که خونه کاملا جنوبیه و در طول روز نور بسیار بسیار عالی داره، سقف‌های بلند داره و واقعا خونه دلبازی هم هستش، یعنی حس خوب داره خونه، واقعا حالت خوب. من هر دفعه که بیشتر میام توی خونه بیشتر حالم خوب میشه. حالا یه مطلب دیگه که اصلا راجبش اشاره نشد و الان معمولا اینجور آخر ویدیو راجبش صحبت میکنیم، قیمتشه. آره این خونه در سال 2017 لیست شده بود به قیمت 6,400,000 دلار و در سال 2017 دقیقاً همون سالی بود که قیمت‌ها شروع کرد پایین اومدن، به خصوص وست ونکوور با اون قانون‌های جدیدی که گذاشتن و خب طبیعتاً فروش نرفت تا اینکه یه آفر گرفتن اون موقع. من در جریانش امین خیلی بیشتر در جریانش، خیلی پیگیر این خونه است و بعداً خیلی حالت ناراحت نشدن چون خیلی به پول اینجا احتیاج خیلی مبرمی نداشتن، یعنی خوب بود براشون در نهایت این فروش، چون دوست داشتن تا جایی که میشه از اونرش گفتی طولانی ترین حالت ممکن آره زندگی کنن اینجا. سن و سالشون که خب خیلی بالا، خیلی مسن بودن و یه زوج مسن و داونسایزر بودن دیگه، میخواستن که داونسایز کنن ولی تا آخرین
روزایی که میشد، آخرین سالی که میتونستن اینجا بمونن از نظر حالا اینکه کیپ اپ کنن با مینتیننس و نمیدونم پله برو به حال پایین و اینا، اینجا موندن و به نظر من قیمتی که گرفتیمش قیمت خیلی درست و خوبی بود. آره میگم و واقعا صاحبای اینجا عاشقین، قشنگ میتونی بفهمی، یعنی عشق و قشنگ میفهمی که چقدر این خونه رو دوستش داشتم موج و بهش رسیدن. آره این سری وقتی لیست شد به قیمت 4,800,000 دلار لیست شد. ما قیمت فروشمون رو میگیم همیشه؟ قیمت فروش رو میتونیم بگیم. آره. و ما با دیدی تبلیغ میکنن دیلتو رو با نگوشییت فراوان ما تونستیم اینجا رو از تکنیک‌های ویژه استفاده کردیم و حالا نه، حالا به هر حال اینجا رو به قیمت 4,400,000 دلار اینجا رو خریدیم و من فکر می‌کنم که قیمت خوبیه به دلیل اینکه حتی شما تو BC اسسمنت اینجا وقتی ما نگاه می‌کنیم ارزش شهرداری که گذاشته برای زمین اینجا فقط 4 میلیون و نزدیک 200,000 4 میلیون و 200 خورده هزار دلار فقط ارزش زمینش رو گذاشته. چیزی که بیشتر از این قیمته، حالا 4 به نظرم واقعا عدد خوبیه، ولی ملکی مثل این یونیکه، خیلی کم پیش میاد. یعنی ممکنه واقعا این مثلا چه میدونم ریسشن بشه، بازار بترکه، اتفاقی بیفته قیمتش بیاد پایین و مثلا تو اسسمنت شهرداری هر سال چند سال یه بار میاد پایین، 2-3 سال میره بالا، دوباره 1-2 سال میاد پایین، ولی به نسبت خب اون اتفاقی که تو بازار میفته. ولی کسی که میخواد تو این خونه زندگی کنه، یعنی مثلا این کانت ما اگه 5 میلیونم مثلا این خونه پیدا می‌کرد که اون مشخصاتی که می‌خواست داشت میتونست بخره و اوکی بود که بخواد حالا یه قیمتی بالاتر از اینم بده. برای خونه‌ای که خودت می‌خوای معمولاً خیلی سخت میشه که مخصوصاً تو این پرایس رنج. یعنی آقای کارگردان از من سوال کرد که چند تا خونه دیدن تا بالاخره این خونه رو تونستن انتخاب کنن یا پسندیدن. توی این قیمت تعداد خونه‌ای که تو میتونی ببینی توی بازه زمانی حتی مثلا این تایم طول و درازی که ما داشتیم خیلی زیاد نبود. واقعا فکر کنم 7-8 تا ما بیشتر خونه ندیدیم، یعنی خونه‌ای که به چشم این که حالا شاید این به درد بخوره و خب سخته تو بخوای با تایمینگت هم 100% درست بکنی. ولی من واقعا فکر می‌کنم توی اون رنج نزدیک به باتم قیمت این ملک ما خریدیمش، حتی اگه بازار از این بدتر بشه. مرسی که باز با ما همراه بودین و دیدین و به ما که خوش گذشت. امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشید. مرسی. خداحافظ. خداحافظ.